سلام دوستان، حسین امجی هستم. امروز در خدمت شما دوستان. امروز اومدیم که بهتون یه چیزی بگم. دوستان حقیقت والا من ادیتا و عکسای زیبا براتون میتونم درست کنم و داخل ماینکرافت پروفایلی که شما به هم بگید براتون درست میکنم، میذارم به پیج طرف، اسم طرف هم زیرش تگ میکنم و براش درست میکنم، میذارم داخل کانالم که همه ببینن که طرف چقدر پروفایلش زیبا شده. بعد دوما قراره که 100 تایی شدنمون براتون قرعه کشی کنیم. به نفر اول و دوم و سوم جایزه نفیس داده میشه. پس از الان لایک و ساب کن که من میخوام قرعه کشی کنم تو نفر اول باشی و بتونم بهت جایزه بدم. الان مثلا بعضی هم میان میگن برای چرا ما تو قرعه کشی نبودیم، لایک نکرده، ساب نکرده، اومده میگه خب من برای چی تو قرعه کشی تو نیستم. خب میگم خب لایک کن، ساب کن. الان ساب کنی به 100 نفر رسیدیم که دیگه نفر اول میشی دیگه. لطفا لایک و ساب فراموش نشه دیگه. من دارم زحمت میکشم برای شما هم برای من یه زحمت کوچیکی که دست کوچیکتون بره رو اون ساب کردن منو خوشحال کن آقا. دیگه از این بهتر میخوای؟ بعدم چی؟ قرعه کشی هم که دیگه نفر اول میشی، خیالت هم راحت.